یه سوال از شما پرسم. حضرت موسی از کوه برگشت بالاخره بعد 40 روز. اومد دید قومش دارن چیکار میکنن؟ گوساله میپرستن. حضرت هارون هم زدن کنار، در حالی که به اینا گفته بود بعد حرف کی گوش کنید؟ هارون نخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. خب گفته بود جانشین من هارونه. اشتباه بزرگ بنی اسرائیل که هیچگاه پاسخ نداشت این بود. حضرت موسی میگفت من گفتم ولی شما و ولی امر شما کیه؟ هارونه. چرا حرف هارون گوش نکردی؟ یعنی توی فتنه ها باید تو گوش به دهان کی باشی؟ باریکلا. وگرنه کله پا میشی، وگرنه کله تو شک نکنید. قرآن داره میگه میخوای قرآن ایراد بگیریم، اون بحث دیگه است، کار منم نیست، نه بلدم نه میتونم. نکته دیگه، حضرت موسی برگشت میگن الواح تو دستش بود، تورات، صفحه‌های تورات دستش بود. قرآن نمیگه دوتا لوحین نمیگه، میگه الواح، یعنی بیشتر از دوتا بوده دستش. تا رسید دید دارن گوساله میپرستن، چیکار کرد؟ بگید. القل الواح، کوبید زمین صفحه‌های چیو؟ تورات. قرآنشونه دیگه، تورات قرآن اوناست، میخوام بگید مقدس. یعنی الان ببین یهودی چجوری قرآن توراتو میذارن رو سرشون. یه سوال، حضرت موسی که تورات بر کی وحی شده؟ بر خودش. نمیدونه که زمین کوبیدن تورات گناه داره؟ اونم کی؟ آدم معمولی، پیغمبر اولوالعزم. خوب دقت کنید چی دارم میگم، خیلی نکته عجیبی توشه. مثلا من میگم این هدیه است، این نکته که من دارم عرض میکنم، تحلیل خود بنده هم از جای دیگه ندیدم. تورات کوبید صفحه‌هاشو زمین، یعنی چی؟ یعنی میگن احترام امامزاده رو کی باید نگه داره؟ متولش. یعنی یا موسی تو دیگه چرا این کار داری میکنی؟ موسی میخواست یه چیزی رو بفهمه. یک بخش از من موسی دینم بود، این کتابی که بخش دیگه ولایت هارون بود که شما ندیده گرفتید. بدون ولایت هارون این تورات به هیچ درد شماها بگید نمیخوره، همون بهتر بشکنه و القل الواح پرچت کنید. خیلی جالبه. آقا رسول الله فرمود بعد من یه قرآن دارم، یه چی بگید؟ یا علی، یا علی، اهل بیت اون کسی که انتخاب شما نه، یا علی. جامعه اسلامی چیکار کرد؟ حسبنا کتاب الله گفتن قرآن رو میخوایم اما علی رو بگید نمیخوایم. حالا همین جامعه اسلامی بعد 25 سال رفته سراغ علی ابن ابی طالب، میگه علی رو هم بگید چی میخواد. خدا میخواد فتنه کنه، خدا میخواد فتنه. چی؟ ببینه اینا سراغ علی ابن ابی طالب آمدن، به عنوان حرف پیغمبر آمدن که گفت من کنتم مولا فهذا علی مولا، یعنی علی رو به عنوان ولی قبول دارن یا نه؟ علی هم یه رئیس جمهور مثل بقیه چی؟ رئیس جمهورها. انقدر که کاندیداها کم شده تازه حالا نوبت علی شده. متوجه شدید؟ کاندیداها کم شده حالا نوبت علی شده. به خاطر همین فتنه که خدا درست کرد چی بود؟ کیو جلو حضرت علی قرار داد؟ قرآن. حضرت علی گفت برید شمشیر بزنید به چی؟ به قرآن. برگشتن چی گفتن؟ گفتن یا علی تو هم توهم زدی یا فکر کردی کی هستی برای خودت؟ حسبنا کتاب الله ان الحکم الا لله. بریم به قرآن شمشیر بزنیم. فکر قرآنه. خدا بهشون نشون داد که شماها سراغ علی آمدید به خاطر امام بودن نیومدید، همونطور که سراغ سه تا خلیفه قبلی که رفتید به خاطر همون سراغ علی آمدید. حالا امروزیشو به شما میگم، پس نگی اینا خیلی خلوچل بودن ها. فرض بکنید یهویی مراجع تقلید یا رهبر کشورمون بیاد یک نکته رو بگید چی شده، یه عده‌ای به لحاظ مثلا فرض کنید بیاد تحسنی کردن، فرض بکنید تحسن سیاسی کردن توی حرم امام رضا. خب تو حرم امام رضا بعد مثلا قبلش هم کلی جنگ شده تو کشور، درگیری و خونریزی از طرفین بوده، اینا رفتن فرار کردن رفتن تو حرم امام رضا. چیکار کردن؟ قایم شدن، تحسن کردن، پناه بردن به حرم امام رضا. بعد یهویی مراجع ما مثلا
بیان فتوا بدن یا رهبر کشورمون بیاد فتوا بده که برید با F-14 حرم امام رضا رو چیکار کنید؟ بمباران کنید. همین قیافه گیج و بیجو می‌خواستن حاج واج بمونید. اینه گفت به قرآن برید شمشیر بزنید. نفسی چی شد؟ گفت به صفحه قرآن برید شمشیر بزنید. برای همین میگم خدایا اون آزمایشایی که از امت امیرالمومنین گرفتی مدل امروزیشو از ما نگیر.